سلام علیکم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از شیراز زنگ میزنم. اسمتون؟ محمدی از شیراز. محمدی از شیراز. بفرمایید آقای محمدی. آقای انصاری، من دو تا مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. بفرمایید. یکی این که شما میفرمایید شیعه ها از این که فوش به سنی ها بدن و بد و بیراه بگن ثواب داره براشون، اینو عرض کنم یه عبادت میدونن. اصلا همچون چیزی نیست. ما به برادران اهل سنت خیلی هم احترام میذاریم، احترام براشون قائلیم و دوستشون داریم. دوم این که عرض کنم خدمت شما اگه واقعا توی یک برنامه جهانی دارید صحبت میکنید یا آدم شریفی هستید، نباید به بزرگان ما توهین بکنید. همونجوری که ما به بزرگان شما توهین نمیکنیم، هیچ وقت شما نشنید از بزرگان ما که به بزرگان شما توهین بکنن. اگه شیعه واقعی هیچ وقت توهین نمیکنه به بزرگان شما، خیلی درست با ادب صحبت میکنه. حالا اینکه بعضیا زنگ میزنن، صحبت میکنن، بعد حرف میزنن، بیراه حرف میزنن، اینا متاسفانه آدمای درستی نیستن. ما شیعه ها خودمون اینا رو قبول نداریم. و شما بعید یه آدم تحصیل کرده ای که با یه تلویزیون جهانی داره صحبت میکنه اصلا با خامنه‌ای یا خمینی یا بزرگان ما توهین بکنید. از شما بعیده. من اصلا توقع نداشتم. من تلویزیون ها نمیبینم، ولی متاسفانه امشب جای میمون بودم، اینو دیدم خورده ناراحت شدم. از شما بعید بودین هر خب اجازه میدید الان من یک دو کلمه عرض کنم خدمت شما؟ در خدمت شما هستم. برادر عزیز، این به صفحه تلویزیون نگاه بکنید. این کتاب اصول کافی است. در اینجا روایتی هست که میگه که امام صادق فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ما میگیم هاشا و کلا که امام جعفر صادق این حرف رو زده باشه. این دروغی است که به امام جعفر صادق تهمت زدن. گفتن هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری جویید و بسیار به آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفه و وامانده سازید. نظرتون چیه در این مورد؟ یه وادیم میفرمایید من بیام نزدیک اکشام ضعیف عینک پیشم نیست. بله. میگه هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری جویید و بسیار به آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفه و وامانده سازید. و در پایین در شرح همین مطلب میگه که چون علمای اهل خلاف یعنی مخالفین شیعه گفته شده مقصود از آنها کسانی هستند که دینشان بر پایه گمان و توهم فاسد است، چون علمای اهل خلاف. ببینید آقای انصاری عزیز، خب علمای شیعه ما هیچ کدوم عرض کنم خدمت شما بدعت نمی‌کنن. منظور از اینا اهل سنت است برادر گرامی. علمای اهل خلاف یعنی کی؟ کسانی که مخالفین شیعه هستند. متوجه شدید؟ متوجه شدید برادر عزیز؟ قطع کردید رفت. ببینید یعنی برادر عزیزمون که از اصفهان که قطع کردن رفتن، حرفی رو که ما میزنیم با دلیل از کتاب‌های خودتون میگیم. این کتاب الروضة من الکافی صفحه 285 جلد 8 حدیث 431. تهمت هم به کی است؟ به ابی جعفر امام محمد باقر. میگه که ان بعد اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم. بعضی از اصحاب ما تهمت میزنن و فحش میدن به مخالفینشون. فقال لی الکفان مجمل، حالا ولشون کنید بهتر است. ثم قال والله یا ابا حمزه، اینو امام محمد باقر میگه، والله یا ابا حمزه، به خدا ای ابا حمزه، ان الناس كلهم اولاد البغایا ما خلا شیعتنا، غیر از شیعیان ما همه حرامزاده هستند. غیر از شیعیان ما همه حرامزاده هستند. این رو در الروضة من الکافی جلد 8 صفحه 285 حدیث 431. این در کتاباتون است. اگر قبول ندارید
که بگید که آقا ما اینو قبول نداریم، اینو بردارید از کتاباتون. صحیح ترین کتابتون است. این در کتاب تفسیر عیاشی است، در صفحه 398 در جلد 2. میگه که اینم از جعفر ابن محمد روایت کردن. میگه هر مولودی که به دنیا بیاد یکی از ابلیس ابالسه اونجا حاضر میشه. اگر که از شیعیان باشه شیطان از اون دور میشه، یعنی حجابی بین او و شیطان قرار میگیره. و این لم یکن من شیعتنا، اگر از شیعیان ما نباشه این شیطان چیکار میکنه؟ انگشتش رو در شرمگاه این شخص قرار میده که اگر مرد باشه بعد از اون انسان معبون میشه و اگر زن باشه فاحشه میشه. یعنی غیر از شیعیان شیطان میاد باشون. این ببینید فإن علم الله انه من شیعتنا حجبه عن ذلك الشیطان، اگر خداوند دانست که این از شیعیان ماست از این شیطان دورش میکنه. و این لم یکن من شیعتنا، اگر شیعه نبود شیطان میاد با نوزاد پسر و دختر غیر شیعه این عمل رو انجام میده که این مرد به اصطلاح مفعول می باشه و اون زنم چی میشه؟ فکانت فاجرتون، فاحشه میشه. این نظر علمای شما در مورد اهل سنت است. این شما حالا داد بزنید بگید هفته وحدت و اهل سنت و بالمناسبه حتی نظر شیعه در مورد آقای کبیری و سید مکرم هم همین است. فکر نکنید اینا مستثنا هستن چون در کنفرانس وحدت شرکت کردن. این دیدگاه شیعه در مورد سید مکرم و محیدین کبیری همین است که هنگام ولادتشون شیطان این کار رو با اینا کرده. این عقیده شیعه است در مورد همه، در مورد این کسایی که در کنفرانس وحدت شرکت دارن، در مورد همشون اعتقاد شیعه همین است. شما حالا بخواید یا نخواید، یا این پولایی که ایران بهتون میده جلوی چشمتون رو بگیره یا نگیره، این یک واقعیت است. و خیلی یعنی در این قسمت ببینید در این روضة الکافی هم همچنین تهمت میزنه به در صفحه 393 که از مادران، فرزندان و ازدواج و طلاق مخالفان پرسیده بودی، یعنی غیر شیعه. طلاق آنها بدون عده صورت میگیرد و ازدواجشان بدون ولی است. در دختر رشید باکره اذن پدر شرط است ولی آنها رعایت نمی کنند. مادران فرزندان آنها زانیه هستند تا وقتی که با آن عقیده باشند، یعنی تا وقتی سنی. ولی اگر کسی با مذهب شیعه را اختیار نماید توبه او پذیرفته می شود و ایمانش گمراهیش را و یقینش شکش را از بین می برد. غیر شیعه چی است؟ مادرانشون زانیه هستند، فرزندانی که از اونا میان. این در روضة الکافی ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی کشف الله سره. اینم آدرس کتاب. در ایران هم چاپ شده، جای دیگه چاپ نشده. باور کنید نه وهابی‌ها چاپش کردن نه داعشی‌ها، خود ایرانی‌ها در ایران چاپش کردن.